تو این ویدیو قرار که من بهتون 2 مود خیلی خفن معرفی کنم و یکی از اون مودا رو توی یکی از ویدیوهام استفاده کردم. پس برو بریم این مودا رو بهتون معرفی کنیم. امروز من اومدم بهتون مود نارارپی و مود ونوم رو معرفی کنم که این 2 مود میتونم به شخصا بگم که 2 از مودهای مورد علاقه من هستن. حالا چرا؟ پس برو بریم ویژگی‌هاشو ببینیم. خب همونجور که شما میبینین اول باید برین تو قسمت سرچ و مود یعنی اسپانال رو بردارین و وقتی اسپانش هم میکنین میبینین که اون در حال حاضر میخواد به جنگل و هر چیزی آسیب بزنه. بچه متاسفانه فقط توی این مورد شما میتونین نال رو اسپان کنین، نمیتونین بهش تبدیل بشین، نه ویژگی دارین. ولی مود بعدی هر چی خواستی هست. هی راستی سوالا کم فراموش نکن و یه سری هم به کانال آپاراتم بزن. خیلی خوب، بهتون گفتم که مود بعدی در مود ونوم هستش. اگه شما برین داخل جستجو و سرچ کنید در واقع ونوم، براتون ونوم ترانسفورمیشن رو میاره. حالا این چی کار میکنه؟ اگه شما یه بار کلیک کنید و قابلیت هایی دارین که دقیقا شبیه خود ونومه، ولی من قابلیتاش رو لو نمیدم تا یکم براتون هیجان انگیز باشه. جدی میفرمایی؟ هی راستی یه چیز دیگه، اگه بازدید این ویدیو بالای 3000 تا باشه و اگه لاک این ویدیو بالای 20 تا باشه، من مودای دیگه هم بهتون میگم.